همه چیز از وقتی شروع شد که من وارد اون خونه لعنتی شدم. درش نیمه باز بود. حس کردم یه چیزی منو صدا میزنه. صدا واضح نبود، ولی شبیه ناله یه زن پیر بود. رفتم داخل. تاریکی مطلق بود. فقط نور کمرنگ گوشیم همه جا رو روشن میکرد. ناگهان در پشت سرم بسته شد. سعی کردم در رو باز کنم، اما قفل شده بود. صدای نفس کشیدن از طبقه بالا می آمد. آروم رفتم بالا. وقتی رسیدم بالا، یه در چوبی قدیمی دیدم که لرزش داشت. با ترس بازش کردم و دیدم یه آینه قدیمی اونجاست. تو آینه تصویر یه زن با موهای بلند سیاه ایستاده بود. اما وقتی برگشتم عقب، هیچ کس پشت سرم نبود.